روزهای زندگی یکی پس از دیگری در رفت آمد هستند. شب و روز در پی هم میگذرن و بالا و پایین‌های زندگی خودشون رو نشون میدن. و سرهنگ هر روز با اراده تر در مسیر پیشرفت و صعود به قله های آرزوهاشه. زندگی سخته، اما با همین سختی هست که قشنگه. دمدمای غروب و وقت برگشت به خونه که یه ماشین اصیل و جوندار با رنگ جذابش پشت در خونه ظاهر شد و صدای چند تا بوق شنیده میشه. متعاقب اون در خونه توسط اعضای خونه باز شد و ماشین وارد خونه میشه. سرهنگ با لباس مرتب و اتیکت مخصوص به خودش از اتومبیل خارج میشه. از همونجا نگاهی به خونه 3 طبقه زیبا و اصیلش میندازه و لبخند رضایت میزنه از اینکه بعد از یک روز کاری سخت به آغوش خونه باز میگرده. درود، به خاطر کرده خوش اومدین. چند وقت پیش که دوباره مسیر قدمامون به محله جذاب فردوسی خورد و دلمونم به سمت کافه جذاب رفت، یه خونه یا بهتر بگم یه عمارت 3 طبقه زیبا تو دل محله فردوسی چشمون رو نوازش داد و کنجکاومون کرد. خب ما هم که پیگیر گفتیم بریم ببینیم چه خبره. به میدون فردوسی که رسیدین مسیرتون رو به سمت شرق کج کنین. بعدش وارد یه کوچه بشین به اسم کوچه امیر سلیمانی، ادامش بدیم و بالاخره برسیم به کوچه مهنا و در نهایت عمارت مهناست که داره با آغوش باز شما رو دعوت میکنه و کافه شانیا پیدا میشه. امروز قرار شما رو همراه خودمون ببریم به یه کافه جذاب و چشم‌نواز تو دل فردوسی و برهه‌ای از تاریخ. پس لطفاً همراهمون باشید. راستی قبلش میخواستم بگم این روزا که تاریخ و گذشته کم کم از خاطره ها محو میشن، ما میریم و میگردیم تا تاریخ رو پیدا کنیم و دوباره جون تازه بهش بدیم. اگه شما هم علاقمند به این کار هستین خوشحال میشیم ما رو همراهی کنین، چه تو کست باکس، چه تو اینستاگرام و چه توی یوتیوب. اول از همه میخوایم در رابطه با سرهنگ مهنا صحبت کنیم که صاحب این عمارت بودند. البته صاحب اولیه نه، اما در نهایت این عمارت برای ایشون بود. جناب میر محمد مهنا متولد سال 1280 هستند و ایشون فرمانده نظامی و خلبان ایرانی و همچنین در زمان رضاشاه رئیس کارخانجات هواپیماسازی ایران بودند و همچنین بعدها در 2 دوره فرماندهی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران رو هم بر عهده داشتند. ایشون از نوادگان میر مهنا بودند که خود جناب میر مهنا از ایرانی‌های اصیل و حاکم خلیج فارس در زمان زندیان به حساب می اومدن. آقای میر محمد بعد از دبستان به مدرسه قزاقخونه رفتن و در 19 سالگی یعنی سال 1299 به رده افسری رسیدن و در سال 1302 برای یادگیری خلبانی و آموزش‌های دیگه به مدت 3 سال به اروپا رفتند و در بازگشت به کشور هم به نیروی هوایی پیوستند. در سال 1320 با رده سرهنگی به معاونت فنی نیروی هوایی برگزیده شدند و همزمان فرمانده پایگاه دوشانتپه هم بودند. تیمسار مهنا برای بار دوم از 13 تیر 1322 تا 23 شهریور 1322 به فرماندهی نیرو هم منصوب شدند و بعد از دریافت درجه سرتیپی مسئولیت فرماندهی نیروی هوایی را از 10 فروردین 1327 تا 30 دی 1327 بر عهده داشتند. نکته جالبی که در رابطه با ایشون هست اینه که در سال 1331 توی دولت محمد مصدق به سمت معاونت وزارت دفاع ملی انتخاب شدن و به درجه سرلشکری رسیدن و تا کودتای 28 مرداد 1332 تو این سمت بودند و بعد از کودتا برای یه مدتی بازداشت و زندونی شدند، اما خب خدا رو شکر کارشون به محاکمه نکشید و آزاد شدند. این بود خلاصه از کار و اشتغالشون و فعالیت‌هایی که در طی اون چند سال انجام داده بودند. جناب مهنا
در خانواده به دنیا آمدند که تقریبا میشه گفت پر جمعیت بودند و 8 تا بچه بودند، اما با وجود جمعیت زیاد روابط صمیمی و گرمی بینشون جاری بود و خب میشه گفت که از خانواده های مطرح و شناس در اون دوره بودند. در رابطه با خانواده تیمسار، خانواده خود تیمسار، باید بگیم که همسرشون روس بودن و عروسشون هم سوئدی بودن. انگار خانواده کلاً با کشورهای دیگه رابطه خوبی داشتن. حالا میخوایم در رابطه با خود خونه هم صحبت کنیم. یه عمارت قشنگ توی محله فردوسی. این خونه تاریخچه قشنگی داره و هدیه احمد شاه قاجار به سوگلیشون بوده که بعدها در سال 1321 به دلایل آتیش میگیره و بعد از آتیش سوزی هم سرلشکر میر محمد اون رو خریداری و بعد هم بازسازی میکنند. این خونه سن و سالدار حدود 100 سال عمر داره. خیلی سن زیادیه. وقتی میشینی فکر میکنی که این خونه چه روزها، چه شبها، چه خاطره هایی رو دیده به خودش، عجیبه، واقعا عجیبه. این ساختمون با وجود 3 بر بودن 5 تا در ورودی داره و خب این خودش نکته بامزه است در رابطه با این خونه. و حالا علاوه بر موضوع در ورودی، خود معماری ساختمون هم قابل توجهه. پنجره ها، قاب ها، ترکیبات، پله ها، قسمت های مختلف خونه و خلاصه. عمارت سرهنگ همونطور که گفتیم 3 طبقه است که طبقه دوم شامل اتاق خواب و نشیمنه به همراه بالکن و طبقه آخر هم اتاق خواب داره. بالکنی که توی طبقه دوم هست ویو داره رو به حیاط و خونه کناری که همسایه‌شون در واقع محسوب میشه. و خود این همسایه هم که خونه بغلی بوده داستان جالبی داره که این خونه متعلق به همسر خواهر سرهنگ بوده و داماد خانوادهشون در واقع، که یه در بین این 2 تا خونه بوده که باعث اتصالشون می شده، حالا رفت آمدشون از همون طریق انجام می شده. این خونه معماری بسیار زیبایی داره، همین همسایه عزیز، که الان هم دست میراث فرهنگیه و خدایی باید بگیم که بسیار زیباست. بله، خلاصه که این هم از خونه سرهنگ میر محمد مهنا، انسانی که سالها پیش زاده شد، روزها و شبها را از سر گذروند، زندگی کرد و شاید تلاش کرد تا معنای زندگی رو درک کنه، ولی به هر جهت نامش جاودان شد. اگر تونستین حتما یه سر به این خونه و کافه بزنید. هم از اتمسفر فضایی این خونه و هم از اشیا و وسایل باقی مونده میتونین کلی حس خوب بگیرین. بیاین سعی کنیم از خاطره ها و حس های خوب مراقبت کنیم، از تاریخ و گذشته ها. همه این خونه ها و تاریخ ارثیه ما هستن، تو نگه داشتنشون کوشا باشیم. سپاس از محبت و صبوری شما که تا اینجا همراه ما بودید. لطفا منتظرمون باشید، خیلی زود با یه خاطره دیگه برمیگردیم و ممنون میشیم که ما رو حمایت کنین و با حمایت خودتون خوشحالمون کنین، هم توی کست باکس، هم اینستاگرام و هم یوتیوب. دوستتون داریم. تا خاطر کرده بعدی، بدرود.